به نام خداوند مهربان، بینندگان و هم وطنان گرامی به برنامه خودتان بازچی گپ خوش آمدید. من محمود جان فیض رحمانوف در خدمت شما و همراه شما خواهم بود. شروع میکنیم به خبرهای امروز. یکی از خبرهای امروز رسید این است که مرزبانان اوکراین به خبرگزاری اینترفکس گفتند که دو شهروند، دو زوج تاجیک همراه 5 فرزندشان در مرز اوکراین قرار دارند و در این سردی و آنها درخواستی پناهندگی کردند. و واقعا اگر بینندگان گرامی بعد این بستن حزب نهضت و تروریستی اعلام کردن اونها و محدود شدن آزادی های دینی و آزادی های سیاسی، بسیاری از هموطنان ما به خصوص فعالان سیاسی و خانواده های آنها مجبور شدن وطن را ترک کنند و عددی خیلی زیاد هم بیش از 100 عائله یا 200 عائله بعد این حوادث به اروپا رفت و این برادری که این زوج محترم تاجیک با اون 5 فرزند خردسالشون که فعلا در مرز اوکراین هستند در این سردی واقعا با مشکلات بسیاری روبرو هستند. هر روز تقریبا به ما خبر میرسد از وضعیت ناگواری اون عائله هایی که از تاجیکستان از فشار و تعقیب مقامات هموطنان خود کشور را ترک کردند و قصدی سفر به دیگر جا کردند. متاسفانه پیشتر که بود روسیه یکی از جایهای بود که این هموطنانی که در داخل مشکل ایجاد میشد به آسانی به اونجا میرفتند، ولی متاسفانه خود روسیه هم مشکل اقتصادی روبرو هست و همچنین اون استردادهایی که از روسیه به تاجیکستان شده است به خصوص فعالان سیاسی را استرداد کردن. این امر باعث شده است که فعالان سیاسی کمتر به اون طرف بروند و بیشترین هدفشان اون رسیدن به اروپا هست. واقعا در این ماجرا یا که در رسانه‌های اروپایی به معنای بحرانی پناهجویی که اروپا با آن روبرو است، تاجیک هم در برابر مهاجران و پناهندگان سوریگی و عراقی در کنار اونها می باشند. یعنی یک کشوری که سالهای 90 این مشکلی پناهندگی، مشکلی مهاجرت را دیدیم، ولی باز متاسفانه به سبب اقدام‌های اشتباهی و نادرستی برخی دایره‌های غرضناک در داخل حکومت این چیزها باعث شد که این اقدام‌های اشتباهی باعث شد است که یک عددی کلان از شهروندان تاجیک بخصوص فعالان و دیگر اندیشان تاجیک همراه عائله‌شان تاجیکستان را ترک کنند و به اروپا بروند و در یک وضعیتی بدی قرار دارند. دو خبر دیگری که واقعا یک نوع پوزیتیو هست و انسان خوش می شود این است که تاجیکستان دارد پاکستان را در بازار افغانستان بخصوص در بخش آرد فروش آرد رقابت میکند، یعنی با پاکستان رقابت میکند. این هم خوب است. تاجران تاجیک توانستند که افغانستان در بخش آرد فروش آرد این رقابت را ایجاد بکنند و به حدی رسیده است که پاکستان هم که یکی از صادرکنندگان آرد هست، وقتی که آرد تاجیک اونجا رفتن، اون آرد شاید از قزاقستان و دیگر می رود، ولی به هر حال توانستند که به جایگاه پاکستان را در این بازار تنگ بکند و پاکستانی ها هم در عوض اونها جلسه کردند تا اینکه این وضع یک هیئت را فرستادند به کابل تا اینکه این مسئله را ببینند. واقعا این هم خیلی خوب است. باید یعنی تاجران تاجیک و در عموم بازار باید آزاد باشد و مردم بتوانند و بخصوص صاحبکاران و تاجران ما، صرافان ما بتوانند که
گسترش پیدا بکنند، نه تنها در داخل کشور فعالیت گسترده کنند بلکه در خارج بکنند، زیرا که هر کشوری بدون تاجران موفق، بدون صاحبکاران موفق نمیتواند به پیشروی های خوب نائل شود. یکی از خبرهای امروز این است که تاجیکستان برای پر کردن بودجه‌اش 200 میلیون قرض میگیرد از بانک اوراسیای رشد میگیرد. واقعا این 200 میلیونی که تاجیکستان برای پر کردن بودجه‌اش گرفته است و اونقدر اندازهایی که اونها گرفتند با اون اندازهایی که ای مردمی بیچاره گرفتند نتوانستند این بودجه را پر کنند و در آخر مجبور شدند که دست به گرفتن قرض از این بانک شوند. واقعا تاجیکستان که بیش از 2 میلیارد دلار قرضدار است، بیشترین قرض را از دولت چین دارد که 50% این قرض را از دولت چین گرفته است. دیگر از خبرهایی که دیگر هست این است که قرقیزستان همسایه ما قدرت نمایی میکند در منطقه، به این معنا که اون شرطنامه ها و قراردادهای درباره ساختن نیروهای آبی نیروهای آبی قنبرات یک و دیگر نیروگاه برقی نارینی بالا که با روسیه توافق کرده بودند، این توافق ها را بیکار کرد. سببش را میدونید، یعنی یک قرقیزستانی که در وضعیت حال ما است. مقامات قرقیزستان گفتند که منافع ملی قرقیزستان نمیتواند که از این بیشتر صبر بکند، باید این دو نیروگاه به هر چیز زودتر ساخته شوند. برای همین خاطر که روسیه که این روزها با مشکلات اقتصادی روبرو هست در پی تحریم های غربی علیه آن و کاهش بی‌سابقه قیمت نفت سبب شده است که این روسیه با مشکلی های اقتصادی روبرو شود و نتواند آن قراردادهایی که با قرقیزستان کرد اون را پایبند باشد و اونها را انجام بدهد. برای همین خاطر قرقیزستان همسایه ما یعنی گفتند که منافع ملی ما دیگر این را نمیپردارد که از این بیشتر ما صبر بکنیم و ساختن این دو نیروگاه نارینی بالا و همچنین نیروگاه قنبرات یک به طول بکشد. برای همین خاطر اینها شرطنامه با قرارداد خود با روسیه را قطع کردند و در انتظار هستند که باز با دیگر کشوری و با دیگر شرکت ها قرارداد کنند تا اینکه این دو نیروگاه ساخته شوند در زودترین وقت. و واقعا اگر نگاه کنیم کشورهایی که حکومتش از طریق مردمیت، حکومت مردمی است، با از طریق انتخابات های شفاف می آید، اونجا می بینیم که در موقف ها واضح گیری های واقعا شجاعانه می کنند و می توانند روسیه است، هر کشور دیگر است بگوید که من اگر این کار نکردم در انتخابات آینده من را آواز نخواهند داد، برای همین خاطر من مجبور هستم که این قرارداد را شرطنامه را بندم، یا که اگر شما این پایگاه را میخواهید بگیرید این را در عوض پول بگیرید، برای اینکه مردم بدون پرداخت مبلغ قبول نمیکنند. از این خاطر یعنی زبانی مقامات قرقیزستانی در برابر ابرقدرت‌های جهان درازتر است، زیرا به مردم تکیه میکنند. اما روس‌ها و دیگر ابرقدرت‌ها میدانند که کشورهای در کشورهای خودکامه اون رئیس جمهور است، هر کسی است، با آسانی اون را زیر فشار بیارن یا بگویند که شما این کار را بکنید. دیگر اگر گوید که مردم من قبول میکند یا نمیکند اون توجه نمیدهند، زیرا اون که میدانند که اون به مردم تکیه نمی کند، به انتخابات شفاف تکیه ندارد، بلکه حکومتش وکیلان این پارلمانش از طریق انتخابات های پرتقلب می آیند و برای همین خاطر چنین امتیازهای زیاد و هنگفت و علیه منافع ملی داده می شوند به ابرقدرت‌ها. اما در کشورهای دموکراتی بخصوص یکی از منافع همین کشور دموکراتی که
مثل همسایه ما در قرقیزستان میبینیم که یعنی مقامات اونجا دلیل داشته باشند موقع خود را با مردم، با تکیه به مردم تقویت بدهند و اعتراض خود را توجیه بدهند. برعکس کشورهای خودکامکی و کشورهای غیر دموکراتیکی به آنها به آسانی می توانند که یک فشار، یک چیزی بگویند که اونها خلاف منافع ملی هم باشد قبول بکنند. خیلی که میدونید مفتی رئیس شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان آقای سید مکرم عبدالقادر زاده بعد سلام علیکی که با استاد محیدین کبیری رهبر حزب کرد برگشتن بر وطن. در صحبت‌های جمعه در باره حضور استاد محیدین کبیری در این کنفرانس صحبت‌های کردند و از ایران انتقاد کردند. واقعا دوستان گرامی، هموطنان گرامی، وقتی که ما میگیم کشوری حقوق بنیاد دنیوی هست، ولی متاسفانه میبینیم که امروز یعنی شهروندانی بیچاره بر مسجد میروند به خاطر اینکه چیزی از توصیات خدا و رسول اینها بفهمند، از اقوال اونها چیزی بشنوند، میروند در اونجا. باز مسئله سیاست هست. خیلی که میدونید در نمازهای جمعه امروز در تمام کشور درباره حضور محیدین کبیری در کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در تهران در این محور صحبت ها کردند. یعنی اون بیچاره امام خطیب که میخواهد از خدا و از رسول دیگر بگوید و خود حکومت هم بارها تأکید میکند که در داخل مسجدها، در نمازهای، در خطبه ها سیاست باید ندارد، سیاست بازی نشود، ولی میبینیم که اونها این کار را در حق حزب نهضت میکردند، حزب نهضت را از مسجدها دور کردند، ولی خودشان دارن فعلا همین قانونی که بر ضد حزب نهضت استفاده کردن امروز خودشان استفاده میبرند و میگویند هر چیزی که دلشان بخواهد اون رو میبرند میتیم با امام خطیب. اون امام خطیب بیچاره که ناراحت میشود و یک وضعیتی بدی گرفتار میشد مجبور است که بخواند و الا اگر نخواند و میداند که چی میشد. برای همین خاطر دوستان عزیز، مفتی هم برادر عبدالقادر زاده در بعد اینکه سلام علیک کرده با استاد محیدین کبیری اونجا رفته بود دوباره گفته که محیدین کبیری خائن است، محیدین کبیری تروریست است و از ایران سخت انتقاد کردن برای دعوت اون، ولی ایران هم بسیار خیلی واضح گفته است که ما اون را دعوت کردیم و باید تاجیکستان هم بداند که یعنی فکرهای مختلف هست. هر چیزی که تاجیکستان میگوید نباید یک کشور دیگر اون را 100% قبول بکند. و این چیز هم هست که حزب نهضت هم دعوا دارد که ایران، روسیه، کشورهای دیگر، سازمان ملل متحد اینها کفیل صلح تاجیکان بودن. امروز اون آدم هایی که دست دادن صلح کردن میبرن کنج زندان، اون را برخی دیگر شاید تبعید میکنن، در بیرون فرار کرده در بیرون میستن و باز میخواهند که اینها را بگن تروریست. برعکس حزب نهضت میگوید که شما ایران، روسیه و دیگر کشورها، سازمان ملل، اونهایی که کفیل صلح بودن، چرا شما یعنی از این چیزها بیشتر توقع دارد؟ زیرا به خاطر کفالت اینها این صلح را قبول کرد و امید داشت که میآید یک تاجیکستانی بهتر و خوبتر میشود. از کجا میدونیم و واقعا بعضی کمبودی ها هم سر زد که امروز صلح تاجیکان از بین رفت. آوردند اونهایی که صلح کردن، تا دیروز برادر میگفتن، آوردن اونها را کنج زندان بردن، بعضی شرایع کردن اونجا. و واقعا هم وقتی که اونهایی که در شبکه‌های اجتماعی درباره این از طرف حکومت صحبت میکنن، بپرسیم که بسیار خوب، خائن کی است؟ خائن کسی هست که به صبر و تحمل دعوت میکرد، یا آنی که مردم را زندان میکند، میکشد، یعنی تبعید میکند،
پدری 95 ساله را میبرد، یعنی فشار، مورد فشار قرار میدید. کی است تروریست؟ تروریست ارهاب به معنای ترساندن، یک جوی رعب و ترس، یک فضای ترس و یک این خیلی فضا را ایجاد کردن. این رو میگن، اونی که این کارو میکنن میگنش تروریست، میگنش ارهابی، اونهایی که میبرن خود را انفجار. ولی کی این کارو کرد؟ کی است تروریست؟ کی است؟ واقعا این چیزهایی است که نیاز به جواب ها دارن. یکی از خبر دیگر این است که شبکه توییتر را مسدود کرده است، در حالی که برادر عصام‌الدین عطایف رهبر انجمن شرکت‌های اینترنت رسانی تاجیکستان گفته است که توییتر، در شبکه توییتر 80,000 تاجیک فعال است، اونها توییتر رو استفاده میکنند. باید یادآوری کرد که توییتر در کشورهای عربی و در اروپا همچون تیتر، یعنی یک سلوحه گذاشتن، اونجا خبر زیاد رو نمیگذارن، یعنی گذاشتنی عنوانهای جذاب و چند کلمات در کشورهای اروپایی و در کشورهای عربی خیلی مشهور هست و اکثری فعالان و مقامات بلندپایه، مقامداران از این شبکه استفاده خوب میبرند. ولی در تاجیکستان و در شوروی سابق، کشورهای شوروی سابق، این نسبت به فیسبوک ادناکلاسنی که محبوبیتی کمتر دارد. ولی اینکه 80,000 تاجیک عضو این شبکه هستند برای خیلی ها تعجب آور است، زیرا اینکه این عدد کم نیست. در یک کشوری 88 میلیونه 80,000 این کم نیست و واقعا هم تأثیر داشته است که دولت تاجیکستان این شبکه را نیز بسته است. ما چند روز پیش درباره اون گزارشی که در باره سال 2015 از طرف رادیوی آزادی منتشر شد انتقاد کردیم و گفتیم که در اونجا واقعا درباره بستن حزب نهضت، ممنوع شدن اون، یعنی روانه شدن بیش از 100 اعضای این حزب در این گزارش جا نداشتن، نگنجانیده شده بودند. ولی الحمدلله که میبینیم که در BBC فارسی، شبکه BBC فارسی گزارش خوبی با قلم ژورنالیست تاجیک اسفندیار آدینه منتشر شده است که اون گفته که توقف یا بستن حزب نهضت اسلامی برای بسیاری از کارشناسان و بسیاری فعالان پیش بینی شونده بود، زیرا اونکه فشارها علیه بود و ولی این حزب در این گزارش آمده است که همچون حزب تروریستی اعلام شود و صدها تن از اعضای اون روانه زندان شوند. این چیز تعجب آور و شگفت انگیز بوده است. در این مقاله میخوانیم که مقاله به نام پایان سال پرماجرا در تاجیکستان میخوانیم که با توجه به کارزار گسترده تبلیغاتی طی 2-3 سال اخیر علیه این حزب در رسانه‌های دولتی جریان داشت. بسیاری این توقع را داشتند، اما چی گفتند؟ شگفت زده وقتی که بستن حزب و افراطگرا اعلام کردن اون یک چیزی تعجب آور و چیزی جدید بود. همچنین انتخاباتی سرنوشت ساز در ناخنک آوردن و گفتن که از مهمترین رویدادهای آغاز سال میلادی جاری که سرنوشت حزب نهضت اسلامی را رقم زد، انتخابات پارلمانی اول مارس بود که باعث شد این حزب 2 کرسی خود را در پارلمان از دست بدهد. ناظران بین المللی این انتخابات، یعنی انتخابات پارلمانی مارس گذشته را هم مثل سایر انتخابات های تاجیکستان فاقد اعتبار و با تخلف گسترده ارزیابی کردند. میدانید که 4 روز بعد از این انتخابات در گزارش آمده است که رهبری گروه 24، یکی از گروه های مخالف دولت تاجیکستان، عمر علی، در شهر استانبول منطقه فاتح کشته شد.
بستگان او دولت را به دست داشتن در این حادثه متهم کردند. از نظر برخی تحلیلگران این حادثه با قتل بوریس نمتسوف سیاستمدار مخالف کرملین در ماه فوریه شبیه بود. پس از انتخابات ماه مارس 2015 همین طوری که در این گزارش میخونیم، محیدین کبیری رهبر حزب نهضت تاجیکستان را ترک گفت و تاکنون در خارج از کشور به سر میبرد. مقامات تاجیک او را به همدستی با ژنرال عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزارت دفاع متهم کردند و خواهان بازداشت و استرداد او شدند، ولی این خود محیدین کبیری این اتهامات را رد میکند. کارزار ضد نهضتی که به باور بسیاری از اعضای این حزب با انتشار سند پروتکل موسوم به پروتکل 3220 در ماه مارس سال 2012 شروع شد و آرام و خفیف در جریان بود. بعد از انتخابات پارلمانی ماه مارس شدت و شتاب بیشتری گرفت و کمتر از 7 ماه طول کشید تا کار این حزب به تاثیرگذار در جامعه پایان برسد. بعد میآید درباره به شورش ژنرال عبدالحلیم نظرزاده معروف است و اینجا آورده است که این را کوشش کودتا گفته و گفته است که در ماه اوت یعنی ماه اوگوست، یک هفته قبل از عملیات علیه رژیم عبدالحلیم نظرزاده، وزارت دادگستری اعلام کرد که دفاتر حزب نهضت در 58 شهر و ناحیه بسته شدند. این وزارت از حزب نهضت خواست که فعالیت خود را خود حزب رسما متوقف کند، اما فعالان حزبی بسته شدن دفاتر محلی را کار دست حکومت خواندند. صبح 4 سپتامبر مقامات از 2 حمله مرگبار یعنی حادثه کی را نقل میکنند که در اونجا چطور این حادثه خونین صورت گرفت. به هر حال میاییم بازگشت به دوران جنگ. برخی به نظر اون برخی از کارشناسان این بستن حزب نهضت و تروریستی اعلام کردن اون را بازگشت به دوران جنگ میدوند. ببینید میگوید که در این گزارش میخوانیم ابعاد این عملیات ابهام آمیز و روشن نیست، ولی روز 16 سپتامبر، یک روز پس از در برگزاری نشست رهبران سازمان پیمان امنیت دست جمعی در دوشنبه، مقامات از پایان عملیات و کشته شدن ژنرال نظرزاده خبر دادند و در همین روز 12 تن از فعالان ارشد حزب هم به اتهام همدستی با او بازداشت شدند. 2 هفته بعد 3 سپتامبر دادگاه عالی تاجیکستان حزب نهضت را یک حزب افراطگرا و تروریستی خواند. فعالیت آن را که از زمان امضای توافق صلح 1997 به این سو رسمی بود ممنوع اعلام کرد. این اقدام با انتقادات گسترده بین المللی روبرو شد و برخی سازمان‌ها بستن حزب نهضت را بازگشت به دوران قبل از امضای توافقات صلح خواندند. به هر حال این بود گزارش BBC درباره سال 2015 و بیشترین و چشمرسترین حوادث را اون حوادث سپتامبر میدوند، بسته شدن و گزارش و افراطی اعلام شدن حزب نهضت میدوند و که در پی اون به گفته بعضی از کارشناسان یعنی بازگشت است به سالهای جنگ، اوایل جنگ داخلی. واقعا دوستان گرامی سال 2015 سال خیلی دشوار برای جامعه شهروندی و برای حزب نهضت اسلامی بود که در این سال حزب نهضت ممنوع شد و آن صلحی که طرف مقابل طرف حکومت امام علی الرحمن و تیم یا کمند او با بستن حزب و یک افراطی اعلام کردن این حزب، صلحی که با 100 مشکلی با 100 رنج و عذاب به امضا رسیده بود، این صلح را شکستند. برای تاجیکستان و منطقه عواقب خوب نداشت و حتی سازمان‌های بین‌المللی کشورهای چون امریکا و دیگر از این اقدام حکومت انتقاد شدید کردند و گفتند که چنین قرارات و تصمیمات مقامات
سیاسی بوده، دارای انگیزه های سیاسی هستند. به هر حال دوستان گرامی، باز یک بار دیگر سال نو تبریک باشد. الهی همیشه خوش باشید. دعا میکنیم از خداوند متعال که سال 2016 سال خوب، پربار، پربرکت برای ملت تاجیک باشد. الهی همیشه شاد و خرم باشید و وطن عزیزمان همیشه آرام، زیبا، گلشکوفان، الهی همیشه آرام، باثبات باشد. خب دوستان گرامی، همه این بود برنامه بازچی گپ. تا بازدید، خدا حافظ.